مسئله خیلی جالبی که در باتری‌های نیکل کادمیوم هست، ببینید الان در حال دشارژ ساعت 4 ساعت و 12 دقیقه گذشته با جریان 20 آمپر. میریم ولتاژش رو بگیریم. ببینید یکی از باتری شماره 43، این قرمزه که میبینید پولاریته مثبتش. این باتری شماره 43 که میبینید ولتاژش معکوس شده، یعنی انقدر دشارژ شده که دیگه از سر مثبتش ولتاژ منفی و از سر منفیش ولتاژ مثبت خونده میشه. پولاریتش برعکس شده. برای مدت 20 دقیقه است، 15 دقیقه است که داره با این حالت کار میکنه. این یه خاصیتیه که باتری نیکل کادمیوم داره و به راحتی اجازه قطع شدن نمیده. همین اگه باتری اسیدی بود الان دد شده بود و دیگه نمیشد ادامه داد. میبینید عدد منفی 282 میلی ولت.